سلام بچه‌ها، خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل مستر بیسید، یعنی چنل خودم. قرار بچه‌ها بریم تو این ویدیو این بویاپسه که جدید اومده رو بگیریمش که گرفتیمش. قضیه داره بچه‌ها، الان من تا حالا این سوم ویدیویی که دارم رکورد میکنم به تخمم. یه ویدیو رکورد کردم اصلا رکورد نکرده، یه ویدیو هم رکورد کردم چی شده، یه ویدیو رکورد کردم اصلا صدا نداره، یعنی صدای بازی رو داره صدای منو اصلا نداره. جدی میفرمایی؟ حالا این ویدیو سومه که گرفتم 300 جم من میخواد دادم برای بویاپس. لول 6 هم هستن تو بویاپس. خیلی اعصابم بد شد وقتی فهمیدم بویاپس و ویدیوشو گرفتیم. وای صدا نداشت اصلا. حالا کلایمش هم کردیم، بریم یه بررسی بکنیم. حالا ما بویاپس رو که گرفتیم یه بررسیش هم بکنیم ببینیم چه چیزایی داره. یه ایکس ام 8 دو خط رنج و ریدل اسپیدش هم یه خط بعدش نیست، مربوط به فصول چیه فصلاست. یه کیل باکس اوف چه قشنگ. این اینجا هم ایکس ام 8 رو تو لول 50 بهمون میدتش که ایکس ام 8 بدی نیست از لحاظ زیبایی. چیزای به درد بخوری هم زیاد توش نیست، فقط این اسمش چیه ماجیک کیوب توش به درد میخوره با این کارته. اینم بگ خوشگلیه، واقعا خوشگله. راستی بچه ها یه چیزم بهتون بگم، این بویاپسه رو من دیروز گرفتم، شرایطش فراهم نبود که براتون ویدیوش بکنم دیگه، ببخشید دیگه. این یکی هم که اومدیم براتون ویدیو کنیم ایکس رکوردر که نه، رکوردر خود گوشی یه بار کردیم صدا نداد، یه بارم با خود مال فری فایر کردیم اصلا ضبط نکرد. یه دونه از این اسکیت بوردام داره که میایم رو زمین و هواپیما بدش نیست. یه دنس ناب هم داره. واقعا چرا برای این الیت میگم چیه، این بویاپسه اصلا چی نیومد، دنس نیومد، خیلی حال نکردم اصلا باش. اگه میومد خیلی چیز خوبی میشد. تازه بچه های کالافاز بگن که این سرش خیلی شبیه تمپلار توی کالاف هست، بهترین اسکین متیک هستش توی کالاف. سرش خیلی شبیه اونه، خیلی شبیه الیت مصر هم هست، خیلی دافه. چیزای جالبی هم دیگه توش نیست. این ستش هم بد نیست، شاید این جاشو نمیشه با اینجا ست کرد، غیر کامل فقط بزنیش. اینم که اینو بهش توش میده از مستر خرشانس اینو گرفت و ما نگرفتیمش، بسوز از زندان. حالا بچه‌ها اسممون هم که مستر بیسید هستش، زیاد ربطی به مستر وان شات رو بگم این چیزا نداره. بیسیدش هم شاید بپرسیم به معنی چیه، که بیسید یعنی مانند شاه. ما اومدیم یه اسم خفنی پیدا کنیم دیگه، گفتیم مستری مانند شاه، وگرنه ما 1 میلیونمه درآمد یه شاه هم نداریم، مجبوریم 100 تا جمع بزنیم جمع بکنیم دیگه. خودتون دیگه ببینید دیگه. این اکانت هم قراره تا آخرایی که به درآمد برسیم، یعنی دیگه معروف بشیم و این چیزا، فولش کنیم ببریمش رو پرایم 4 و 5 و 6 و این چیزا. بعدش هم دیگه بریم رو اکانت های پرویی اگه حمایت بشه، بریم یه دست این ستشو بزنیم که ست این مال الیت ای بابا چی گیری کردیم. این هم مال بویاپس قبل. چه دافی اینو قبلا ستشو زنونشو زدم. من کاراکتر دخترونه پلی نمیدم، خفه شو فقط برای اینکه ستشو تست بکنیم. دنسش هم که بهمون نداد. حالا وقتی که داد، یعنی بویاپس رو کامل ست کردم، یه ویدیو ازش میذارم که تست و بررسی کل چیزاش. این ستم که اینجا هستم کجا رفت؟ این نه کجا؟ نه یه ستی بود، آقا ولش کن، اونم میریم میگیریمش.
خب یه دست زیاد وقتتون نمیگیرم، بریم یه دست باهاش پلی بدیم ببینیم چی هست. تا حالا 3 دست لانگ ولف اس کردم، 3 تاش هم زدم، هیچ کدومش ثبت نکرده. پینگمون هم 96 هست، ولی فیلتر شکنمون که خاموشه هیچی برامون معلوم نیست. حاجی دست قبل شهدایی سوسیسی زدم، حیف که با هم نبودیم. فشاری بست مالو خالی کردیم. حاجی دست بهت نمیخوره. یا خدا حاجی خود فشاری، یعنی چه غلطی کردی؟ باش بچه من صحبت نمیکنم، فقط دیگه خودتون تا آخر کار من یک کلمه هم نمیزنم، حرف خودتون دیگه بدونه چی میشه. نشونت حاجی چرا اسنایپ مای طوری شده؟ حاجی بابا چرا نمیزنه؟ وای بابا چه وضعشه؟ اسنایپ میزنیم نمیزنه، تعویض نمیکنه. شما فکر میکنین ما نوبیم، اینا هم فکر میکنن، ای هم فکر میکنه ما نوبیم. حالی درست شد یه یخ. تا بفهمی با کی طرفی. تازه دستمون درست شد به بازی. خب بریم ترتیب تو بریم. چه بر میداری؟ فقط من تقاس اون خوابیدن تو فقط باید بگیری، فقط اون تقاس. چه فشار چه هد میزنمت. هر کی میخوای باش. فقط من باید چه فشار چه زدن تو رو بزنم، نه دنس بالا سرت میزنم نه چیز دیگه، فقط میزنم. تموم شد و رفت. حاجی دست قبل یک هدای سوسیسی زدیم، این دست نمیکشه بالا، نمیدونم چرا. داداشا خودتونم دیدین طرف کار خیلی زشتی انجام داد، باید تقاصشم پس بده.
ای بابا میدونی چرا بسوزد دار مدگید نزن علی پروین بیا بیرون آجی اصلا اینقدر مشکل داره اوف هدم خورد راستی بچه ها شما این اسکین رو گرفتین رایگان میده تو لاکی رویال ما که گرفتیمش 3 بار تا حالا گردونش رو کامل زدم بیا بابام جان بیا ما دوست داریم حاجی میزنیم روی این تیره دستکشه نمیخوره روش میزنیم روی این دویدن نمیزنه روش بیا گوگولو بیا بیا ای حاجی غلطی کردی که نباید میکردی من این توصیه رو بهت کردم ولی خودت گوش نکردی خب بچه ها خوش اومدید بگم خوش اومدید امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو دیگه گفتم که وقتی دیگه کامل گرفتیم آیتماشو دیگه یه تست بررسی ازش میذاریم امیدوارم خوشتون باشه خدا نگهدار